بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الصلاة والسلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، آن سوالی که شما دادین که گویا که شما انشاءالله خدا خواهد به یک زن خانه دار شدین، زن 3 فرزند از بیگانه یعنی شخص است، لیکن او فرزند شما با عهده گرفتین، الحمدلله همچون فرزند خود نگاهبانی میکنین و در این خدا خواهد عائله شما زیده است و خود انشاءالله گیم که همون دخترم پدر و مادر زیدیتی دارد، شما از نقطه نظر شریعت میپرسید چی هستی. انشاءالله خدا خواهد این کاری که شما کردید الحمدلله کاری بسیار خوب است، کاری جوانمردی است، مثل پیامبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دوام حیاتشون چندین انشاءالله خدا خواهد زنها را به فرزنداشو گفته که زمان حد خدیجه مادرمون انشاءالله از خوش 15 سال کلام بگیری تا 4 تا بچه داشتن، یا که دیگر زنهاشون هم خدا خواهد بغیر از عایشه دیگر زنهاشون همشو بیوه بدن، همشو بعضی 2 تگی 4 تگی. من سلیم یعنی انس که خردسال بود 10 سال خدمت رسول الله کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم همچنین چندین انشاءالله خدا خواهد زنهای گرفته بودن و 3 و 4 فرزندا داشتن، همش را تربیت کردن با رسوندن انشاءالله خدا خواهد ثواب گرفتن. این کاری که شما کردین ثواب است، یگان گناه نیست خدا خواهد انشاءالله. یعنی اینجا فرزندال بدن زن یگان گناهی نیست خدا خواهد. و چی بیچاره 3 فرزند دیگر کس باشدمو جدا شود، چی زن عیب دار؟ وقتی که شما وعده کردی او زن گرفتی، از گفتی شما مادر شما پدر شما عائله شما همش راضی بدن انشالله، که در امروز اومده چی این ضدیت ها پیدا کردن که گو که تو هم میخوریم شد. البته کسی که یک زن به عهده میگیرد طبق انشالله قرآنی، انشالله طبق حدیث های پیامبر علیه السلام و به خانه و به یعنی نان و آش و لباس و تامین کردن واجبات اسلام است انشالله خدا خواهد. البته و در عهده گرفتن بعد مرد کسی که انشالله خدا خواهد این کار یعنی با عهده من پیامبر اسلام چندین کاری که زنها با عهده گرفتن یعنی هم حقیقی مرد بودن انشالله با انشالله کمال رسوندن خدا خواهد انشالله. یا اینجوری خدا خواهد پدر و مادر شما گویا که ناراضی بوده است، اگر این سرنتیمات رو آق میکنیم و ها میکنیم این حکمشون نمیگذرد از نقطه نظر، چون که در اینجا ناحق هستن انشالله خدا خواهد. چون که شما صاحب زن من دستش راضی بوده است، همه جا به جا خدا خواهد امروز اومده یعنی کار دارم، این کارشون واریانتاشون نمیگذره، لیکن شما زن پدر و مادر و طفل این زن آزار دادن حق ندارین انشالله. گپای خوب معامله خوب کتی، لیکن من به پدر و مادر و این خسور خشتمان شما مراجعه میکنین که شما در این حیات اینا دخل دار نشوین انشاءالله خدا خواهد. چون که مثال یتیم انشاءالله خدا خواهد سیله کردن چندین انشاءالله پیامبر اسلام حدیثاش شاعر بزرگ بود از هر کی خنداند یتیمی خسته را باز آرد جنتی سربسته را. این چنین در دوام میگه که پدر مرده را سایه بر سر فکن، غبارش بیفسان و خارش بکن، چون یتیم را کسی گریان کند مالک اندر دوزخش بریان کند. کسی که اگر یک یتیم آزار میتید حالی که دوزخ پادشاه دوزخ چقدر آزارش میتید، یتیم سرش سیله کردن این ثواب است انشاءالله خدا خواهد. کسی که یتیم خدا میپاید کلام خانه دار میکند و انشاءالله خدا خواهد جنتی است. اما مراجعه به پدر همین مادر میکنیم که حتی فرزند شما به شما هم پول میفرستونده است، به این فرزندکار هم پول میفرستونده است، چی جای مشکلی دارد که شما در این حیاتی فرزند تو خلل میتین. حتی این وعده کرد است خدا خواهد با اون زن وقتی که در گرفتن با واسطه انشاءالله قرآن با واسطه الله هم میانند که ما جدا نمیشیم، من نمیپرتوی این وعده پیش الله گناهگاری دارد. کسی که از این وعده را میشکند و منافق است. علامت منافق 3 است، یکیش وعده کند انشاءالله خلاف میکند، یعنی کسی خلاف میکند و منافق حساب میشه. منافق ان المنافقین فی درک اسفل النار، منافقات دوزخ پستش نمیدارد. شما مادرای عزیز خواهرای که برادر این برادر داره انشاءالله شما این کار را نکنین انشاءالله خدا خواهد. خود شما هم فرزند داره، شما هم دختر داره، میخواین که دختری شما را یک کس خدا خواهد هم خیلی بیروزی کند، نمیخواد یا فرزند شما بیروزی شود. چین در اینجا خدا خواهد انشاءالله چی بیوه میگیری چی دختری خانه میگیری فرقی ندارد، همش یک زن است. در یک شب در یک روز خدا خواهد انشاءالله یعنی همه مسئله حل. چی فرزنددار باشد؟ خیر ما بچه ها فرزنددار هستیم، ما دخترها را گرفته هستیم کو
خیلی دختر و بچه های ما رو تای قنات میکنم ما بچه های دختر های خدا که چی گناه ندارن و یک سبب شده جدا شده سو ما خدا خواهد گناهگار میشنیم وقتا نه این خیلی نیست اسلام انشاءالله. مادرانی عزیز دو طرف التماس میکنیم که شما از بازی بروین ما نیم بیچاره خدا خواهد هر شو حیاتی خوب برن زندگی برن انشاءالله. شما را نفقتون داده سوزد پولتون داد دو طرف من شما چی میخوای خدا خواهد انشاءالله. حق نداره به حیات اینا لذت کردن حق نداره در حیات اینا دور مدن این حیات شیرینی این دو نوجوانان خدا خواهد برپاردن چی حق داره انشاءالله. خدا خواهد فرزند تو میگن من در خانه باشیم هیچ گپی نیست وقتی که من با سفر میدارم هر ماه را شما پیشکش میکنین این کار نکنین. مادر و پدری عزیز پیش الله هم گناهگار نشین از دل آزار خدا بیزار انشاءالله. خدا شما موسفیدا من امروز از موسفید و کمپیرا چنان خفه میشم که باید شما نصیحتگر باشه شما حیات برپا کننده باشه. امروز من در چندین سیدام جوان پسرا و دخترا بگیریه میدراین که نمیمونم پدر ما خانه داشتیم نمیمونم مادر ما شوهر کنیم. شما چقدر مادر و پدر بیرحم هستی که نسبت فرزندکای خود تو رحم نداره. از خدا ناموس کنه از خدا گرچه نماز خونه و با این آزارا میکنه باشین از شما الله بیزار میشد. خدا خواهد انشاءالله. ما الله برای آزار دادن برای یعنی خدا خواهد در اینجا یعنی سختی ها با وجود آوردن نه آورده است. باید مؤمن یعنی رحمناک باشد. علامت یک جنتی است که مهربان باشد. شما برعکس بچه‌تون نصیحت که بچه جان این دختری که گرفتی خدا خواهد بسیط فرزندکشون تربیتش که بابای رسول انشاءالله جنت میروی. پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی که یک دختر دارد تربیتش کند و جاش دو دختر دارد جنت میشد. خدا خواهد این فرزند با عهده گرفتن پایستان این به نهایت مردی است و ثوابی به کنار دارد مکافات جنت است. لیکن شما کلان سالا بجای فهمیدن ما شما کلان سالا به عقلی میکنیم ما شما کلان سالا چنان وضعیت ها در پیش فرزندا میمونیم لیکن حق نداری. اگر ناحق میبود بچه شما پول شما را نمی فقط زنش میگفتو فقط زنشو بینا را میگفتو شما در پول نمیداد این وقت حالت خدا خواهد نفقه شما در گردن بچه ها فرض است. من بچه‌تون میگم من داده سادم همه نفقه شونه تامینات توش دست میسی همینا چی گناه دارد که این بیچاره زن ما و شما با بچه کاش خار کنیم. اگر اینا خار و زار کنیم الله ما و شما در روز قیامت خار و زاری میکند. مادرای عزیز از من کلان هستین خدا خواهد بابای عزیز اوچه های عزیز التماس میکنیم که انشاءالله حیات این بیچاره را مونین زندگیشون خدا خواهد خوب برن شما هم قدرتون میرسن خدا خواهد قدر اینا برسن انشاءالله. ارحم ترحم اگر رحم کنی رحم کرده میشه مکافاتش انشاءالله خدا خواهد جنت است. امید میکنیم که خدا خواهد برای آدمی شخصی با عقل محمد ایرانی میگه یک نکته بس است هر کی شعور است ورنه چراغ پیش کور است. آدمی با عقل و با دیانت نه یک نکته یک حدیث یک سخن حکمتناک یک آیت مبارکه بس است میگن. کسی که فهم ندارد بابای سخن حیف است. اگر من هزار شما دلیلا بیارم بیکار است. که امید میکنیم که از این صحبت های من شما خفه نشین. من شما را دوست میدارم من شما را همچو پدر همچو مادر میدارم. نه که امروز این کاری که داره نه در شریعت درست می آید و نه در دنیاویش و نه در حقیقت نزدیک است. شما باید که انشاءالله این نبیرگاره اینا را تای قنات کنه نوازی کن سلاش سیله کنه انشاءالله. خدا خواهد خلونش و پوشونه باوایش رسونش انشاءالله. مکافات آخرینش چی است؟ جنت است. چون میبینی میگه یتیمی سر افکنده بیش مده بوسه بروی فرزند خیش. بزرگان اگر بچه در بغل باشه یک صغیرک در کوچه باشه هم در پیش بوسه نکه که دیلی وی آزار نبین. چقدر من پیغمبر خودش میذار یتیم بده. خدا در سوره زوها میگن استعیذ بالله و عمل یتیم فلا تقهر. ای محمد یتیما را تحقیر نکن یتیما را خوار و زار نکن. این حکم بالای من و شما است. ما را خدا گفته که ما هم این یتیمکای بیچاره را خوار و زار نکنیم الا به عذاب الهی دچار میشیم. از الله ترسیم. خدا خواهد حقیقت را برپا کنیم. ما نه بچه یک تو بیملال کار کنه در شهری روز ما نه دخترک یک خدا خواهد در زیر سایه شما راحت کرده ای کودکان مزه کرده خدا خواهد
آدمو بینن از یک دگدان گرفته خدا خود فرزنده را کلون کرده با رسول دست شما فرزندگی تیاری که محصولات خدا خود استفاده بردن این گناه است. از مادرای عزیز این گناه است، خارج از این راه تو گردین و توبه کنین، شاید الله سبحانه و تعالی ما و شما را در دو دنیا اله سعادت من گردوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.